سلام بر دوستان عزیز و همراهان گرامی. همونطور که یادتون هست در کلیپ قبلی ما اومدیم مقدمه داشتیم بر رفتارشناسی دیسک و یک سری چراها رو مطرح کردم. بعد تفاوت رفتارشناسی و روانشناسی رو هم با هم صحبت کردیم. در این ویدیو میخوایم یک معرفی کلی داشته باشیم در مورد دیسک، مدل جهانی دیسک، تاریخچه‌اش چجوریه و از کجا ایجاد شده و کلیتش چی داره میگه. در واقع برای اولین بار در 1928 آقای ویلیام مولتون مارستون اومد کتابی رو نوشت 90 خردی سال پیش و این رو البته بر اساس افکار آقای یونگ پایه‌گذاری کرد. اومد ایشون گفت که ما به صورت کلی 4 رنگ رو داریم یا 4 تیپ رفتاری رو داریم. در رنگ اول یا تیپ اول دیها هستن که در واقع بهش میگن دومیننس، یعنی افرادی که به دنبال تسلط، قدرت و نفوذ و کنترل کردن هستن، میگن دیها یا قرمزها. تیپ بعدی آیها هستن یا زردها، اینفلوئنس، افرادی هستن که به دنبال تأثیر گذاشتن روی دیگران هستن و دوست دارن که در دیگران شوق و اشتیاق و علاقمندی ایجاد کنن. تیپ سوم اسها یا استدینس یا بهشون میگن سبزها، افرادی هستن که حامیان، افرادی هستن که به دنبال کمک به دیگرانن. و در نهایت تیپ چهارم سیها یا کانشنشسنس یا آبی ها هستن، افرادی که وظیفه شناسن و دقیق کاراشون رو انجام میدن. دوستان عزیز، به صورت کلی افراد میتونن تگ رنگ باشن، 2 رنگ، 3 رنگ و 4 رنگ باشن و از ترکیب این که افراد تگ رنگ باشن یا بیشتر از 15 تا 160 تیپ رفتاری رو ما برای آدم ها متصور هستیم. البته یک نکته رو من اینجا عرض بکنم که و خواهش دارم که دوستان حواسشون باشه، در طول این 10-11 سالی که در حوزه دیسک فعالیت میکنم به این نقطه نظر رسیدم که 2 تا مطلب رو فراموش نکنیم. یک، اینکه ما با رفتارشناسی دیسک آشنا بشیم و بیاییم با یک دانش سطحی شروع کنیم به لیبل گذاشتن روی دیگران. این یک کار به نظر من غیر حرفه‌ایه. چرا؟ چون ما باید در رفتارشناسی دیسک عمق پیدا کنیم و نباید با یک مطالعه سطحی، با یک دانش سطحی دیگه هر کی دیدیم دیگه بهش لیبل بزنیم. چرا؟ چون من بعضی وقتا در جلسات مشاوره هم درسته رو 80% 90% میتونم تیپ رفتاری افراد رو از یک سری آیتم های ظاهری، طرز نشستنشون، نگاه کردنشون، حرکت مردمک چشمشون و خیلی آیتم های دیگه، تیک کلامشون، میتونم تیپ اولین تیپشون رو ولو 3 تا تیپ یا 3 تا رنگ داشته باشه اولین رنگ رو حدس بزنم، ولی در اون 5% 10% بعضی وقتها شاید مجبور میشم 2-3 بار در واقع تست بزنم تا ببینم تیپ رفتاری این فرد چیه. پس یک خواهش اول این که اجتناب بشه از اینکه با استفاده از یک آشنایی و یک در واقع مطالعه سطحی ما بیایم روی دیگران لیبل بزنیم. این آیتم خیلی خیلی بزرگ که باید ما مد نظر قرارش بدیم. خب بریم ببینیم که این تیپ‌های رفتاری در واقع چگونه هستن. این رو دیتیل کار رو میبرم در پارت بعدی خدمتون توضیح میدم. فقط نکته مهم اینجا اینه که در بحث رفتارشناسی دیسک ما افراد رو باید به صورت برونگرا و درونگرا در نظر بگیریم. این یه 4 تا مؤلفه هستش، یک درونگرایی، برونگرایی. اینو میخوام خدمتتون توضیح بدم که وقتی رفتیم وارد مبحث شدیم اونجا به یک زبان مشترکی رو بتونیم با هم مبحث رو ببریم جلو. دوستان عزیز، اونهایی که برونگرا هستن بیشتر عادت دارند وقتی به دیگران میرسن، وقتی در جمع میرسن بیشتر صحبت کنن، کمتر گوش میکنن. ولی اونهایی که درونگرا هستند اونهایی هستن که بیشتر گوش میکنن، بیشتر سکوت میکنن. آدمای برونگرا از این که تنها باشن خیلی اذیت میشن، ولی آدمای درونگرا
از تنهایی اذیت نمیشن و حتی یه جاهایی دوست دارن که واقعا تنها باشن، تو عالم خودشون باشن و تنهایی بعضی وقتا براشون لذت بخشه. و نکته مهم، حالا من کاربرداشو در پارت‌های بعدی بیشتر صحبت میکنم، آدم‌های درونگرا بر اساس همین اشتیاق به تنهایی ممکنه به علاوه یک سری المان‌های دیگه ممکنه که مجرد بمونن و هیچ وقت ازدواج نکنن. یه مطلبی هم اینجا عرض کنم، چون گفتم یه سری المان‌های دیگه. دوستان عزیز، رفتارشناسی دیسک صرفاً به ما کمک میکنه. من یک استعاره رو دارم، یک تمثیل دارم، میگم به من یک در واقع تیر کمونی میدن که یک تیر رو داره و من میخوام این رو به هدف بزنم، چشمام بسته است. وقتی من مجهز به ابزاری به اسم رفتارشناسی دیسک هستم، رفتارشناسی دیسک به من میگه که شما مستقیم وسط رو هدف قرار بده. حالا این شاید دقیقاً به هدف نخوره، ولی با تلرانس حالا چند سانت چپ راست بالا پایین نزدیک به هدفه. ولی وقتی من رفتارشناسی دیسک رو ندانم، ممکنه به سمت راست، ممکنه به سمت چپ یا به پشت سر تیر رو پرتاب کنم و از هدف بسیار بسیار دور باشه. میخوام این رو عرض کنم که رفتارشناسی دیسک ابزاری پرفکت نیست. چرا؟ چون یک سری المان ها رو درش دیده نشده که من به عنوان یک رفتارشناس وقتی دارم به مراجعه کننده خودم دارم مشاوره میدم، اونها رو دخیل میکنم، از اونها استفاده میکنم. چرا؟ مثلا میزان عزت نفس، ما نمیتونیم به قاطعیت بگیم که مثلا دیها عزت نفس دارن یا ندارن، آیها، اسها یا سیها. اینها با توجه به آن چیزی که فرد در خانواده آموخته، آموزش دیده، اون بستر خانواده و جامعه بهش کمک میکنه عزت نفس داشته باشه یا نداشته باشه. ویژگی شخصیتی که اول صحبت کردم، تاب‌آوری، سرسختی، نگرش مثبت یا منفی، یعنی ممکنه هر کدوم از تیپ‌های رفتاری دچار نگرش‌های منفی بشن یا نگرش مثبت داشته باشن. پس این رو استحضار داشته باشید که ما میایم برای که پرفکت بشه، ابزار کامل‌تری بشه رفتارشناسی دیسک، از ویژگی‌های شخصیتی استفاده می‌کنیم که عملاً من دارم اینها رو استفاده می‌کنم. حالا ذیل صحبت هام در پارت‌های بعدی اون جایی که مرتبط باشه من اینها رو هم خدمت شما ارائه می‌کنم تا یک در واقع پرزنت پرفکتی رو بتونم در حد خودم خدمتتون ارائه بدم. پس اولی برونگرا و درونگرا بود که صحبت کردم. دومی جزئی نگر یا کلی نگر. ببین دوستان عزیز، وقتی ما میخوایم به یک فرد یک کاری رو میدیم، بعضی افراد چون جزئی نگر هستن تمام اطلاعات رو میخوان و وارد جزئیات میشن و مو رو از ماس اصطلاحاً میکشن بیرون، در کارشون هیچ اشتباهی رو ندارن. ولی بعضی افراد کلی نگرن، اگه قرار باشه مثلا یه متن رو بنویسن، متن رو میارن کلی غلط املایی داره، اشتباه تایپی داره. این ببین دوستان عزیز، ما باید این رو آگاه باشیم که این جزئی نگر و کلی نگر بودن در تیپ رفتاری ماست. برای همینه که افرادی که مثل تیپ رفتاری سی رو دارن، اینها قلم‌های خوبی دارن. چرا؟ چون جزئی نگرن، میتونن وارد جزئیات بشن و متن خوبی رو تهیه کنن. اکثر افرادی که کتاب می‌نویسن این جزئی نگری رو دارن، ولی در عوض افرادی که کلی نگر هستن مثل آیها، اینها بیگانن با نوشتن، بیگانن با خودکار و قلم و کاغذ. اینها بیشتر صحبت میکنن، وایس میدن، بیشتر در ارتباط با دیگر به صورت حضوری هستن، به صورت تلفنی هستن. پس جزئی نگر و کلی نگر بودن اشاره به این داره که چقدر وارد جزئیات یک کار بشیم یا نه فقط کلی و سطحی ببینیم. سومین پارامتر چیه؟ سومین پارامتر در تیپ‌های رفتاری این که افراد به چه میزان احساسی هستن. حالا مثال میگم، در تیپ‌های رفتاری اس آدم‌های احساسی هستن، حسشون براشون مهمه.
در تیپ‌های رفتاری آی هیجانی هستن، ایموشنال هستن، ولی ما به صورت کلی آی و اس رو به عنوان آدم‌های احساسی در نظر میگیریم و دی ها و سی ها به عنوان آدم‌های منطقی هستن که وقتی میخوان تصمیم بگیرن از زوایای مختلف میان اون تصمیم رو، اون مشکل و مسئله رو واکاوی میکنن، بعد تصمیمشون رو میگیرن. و چهارمین پارامتر چیه دوستان عزیز؟ چهارمین پارامتر اینه که بعضی افراد داوری کننده هستن و بعضی افراد ملاحظه گرن. استحضار داشته باشید که افرادی که مثل تیپ رفتاری دی و سی که آدمای منطقی هستن، اینها منتقدای خوبی هستن. اگر الان شما در اطرافتون ببینید یا در سطح جامعه افرادی که منتقد سینما هستن، منتقد هنر هستن، منتقدین فوتبال هستن، اینها تیپ رفتاری سی رو دارن که و دی رو قضاوتگرا هستن. وقتی افراد رو میبینن قضاوت میکنن، این کارشون خوبه، این کارشون بده. این یک ویژگی مهمه که در دی ها و سی ها وجود داره، ولی در آی ها و اس ها این ویژگی وجود نداره و بیشتر ملاحظه کنندن. یعنی اگه ایراد دارن ببینن نمیگن، میگن حالا چرا بگم، الان ناراحت میشه، بهش بر میخوره و یه خورده مماشات میکنن و این باعث میشه که بیشتر رویکرد ملاحظه‌گری رو پیش بگیرن. پس 4 تا پارامتر: برونگرایی، درونگرایی، جزئی نگری، کلی نگری، احساسی، منطقی و ملاحظه‌گر و داوری کننده یا منتقد. این میشه شالوده و زیربنای بحث رفتارشناسی که حالا ما با رویکرد دیسک داریم اینا رو صحبت میکنیم. یه مطلب دیگه که اینجا میشه بهش اشاره کرد، ما 2 تا قانون داریم، قانون طلایی و قانون پلاتینیوم. در قانون طلایی ما بسیار بسیار شنیدیم و وقتی که توجه میکنیم ببینیم در جامعه ما بیشتر دارن از قانون طلایی استفاده میکنن. قانون طلایی میگه با دیگران به گونه‌ای رفتار کن که دوست داری با خودت رفتار کنن. پس یه بار دیگه، قانون طلایی میگه با دیگران به گونه‌ای رفتار کن که دوست داری با خودت اونجوری رفتار کنن. پس اگر من یک فرد دی باشم، دوست دارم با من در واقع چون دی هستم با دیگران با دی رفتار میکنم. اگر من اس باشم با دیگرانم اس برخورد میکنم و این عموما جواب نمیده. این میاد یه قانون در واقع پرفکتای رو مطرح میشه، قانون پلاتینیوم. قانون پلاتینیوم میگه با دیگران به گونه‌ای رفتار کن که دوست دارم باشون اونجوری رفتار کنی. یعنی وقتی شما یه آدم سی رو میبینی بعد باش با سی رفتار کنی. وقتی یه آدم دی رو میبینی، حالا این استثناست، نباید باش با دی برخورد بکنیم، ولی یه در واقع از لحاظ خروجی گرایی باید دی باشیم، ولی از لحاظ رفتاری یه سری استثنا رو داریم. وقتی با یه آدم آی میرسیم آی برخورد میکنیم، اس برخورد. فقط استثنامون تو دیه، اونم نه 100% استثنا. از لحاظ خروجی گرایی، از لحاظ هدفمندی، دی وقتی که اینا رو میبینه دوست داره، نه از لحاظ پرخاشگری و تقابله رو اون استثناست. پس ما یاد میگیریم در رفتارشناسی دیسک که قانون پلاتینیوم رو به مد نظر خودمون قرار بدیم و در واقع با دیگران به گونه‌ای رفتار کنیم که دوست دارن اونجوری باشون صحبت کنیم، اونجوری باشون رفتار بکنیم. خب بریم مطلب بعدی رو صحبت کنیم که سطوح خبرگی در رفتارشناسی دیسک چگونه است. این مطلب رو من در کتاب رفتارشناسی دیسک آوردم و دقیقاً تجربیه، شاید در هیچ رفرنس داخلی و خارجی این رو شما نبینید. دوستان عزیز، این سطوح خبرگی در دیسک به نوعی کاربرد دیسک هم ما میتونیم در نظر بگیریم. حالا من بیشتر تاکید دارم بر سطوح خبرگی در دیسک. اگر ما میخوایم ببینیم یک فردی در دیسک در چه سطحی قرار داره، ما میتونیم 4 تا سطح رو در نظر بگیریم. سطح اول من میگم در واقع دیدن خود. کاربردش کجاست؟ کاربردش تو سلف اورنسه، تو خودآگاهیه، تو خودشناسیه. شاید این پرسش پیش بیاد، تیپ رفتاری من چیه؟ اگر ما تونستیم این پرسش پاسخ بدیم، یعنی همه ما بدونیم که تیپمون چیه دقیقاً،
فقط فراموش نکنید در آخر کتاب رفتارشناسی دیسک وقتی که تست دیسک ارائه شده، اونجا در تست دیسک ما 3 تا گراف رو داریم. در گراف اول میگه تیپ رفتاری ما در خونه، در محیط خانواده چیه. در گراف دوم میگه تیپ رفتاری ما در ذاتمون چیه. شاید پدر و مادر آگاهی از این نداشته باشه، شاید خودمون هم آگاهی نداشته باشیم. و در گراف سوم میگه در اجتماع، در محیط کار، در محیط بیرون از خانواده تیپ رفتاری ما چیه. پس وقتی ما به خودشناسی میرسیم، یعنی به سطح اول خبرگی در دیسک میرسیم، میتونیم بگیم که اولین گام رو برداشتیم. تیپ رفتاری من چیه و به تبع اون من میتونم بگم نقاط قوت من چیه، نقاط ضعف من چیه. ببین دوستان عزیز، وقتی که کسی که تیپ رفتاری دی رو داشته باشه مستعده. دوستان یک قراردادی با هم داشته باشیم. من سعی میکنم، تمام تلاشم این که کلمات رو با احتیاط به کار ببرم. میگم مستعده، یعنی الزاماً هر دی، هر آی، هر اس و هر سی اینگونه نیست. دی ها مستعد خودشیفتگی هستن، مستعد نارسیسم هستن. وقتی خودشناسی نکنه دیگران شاید برگردن بهشون بگن آقا شما چقدر خودشیفته ای، ناراحت میشه، بهش بر میخوره. ولی وقتی که خودشناسی رو انجام داده باشه میپذیره که خودشیفته است و به سمت تغییرش حرکت میکنه. پس اولین سطح در سطوح خبرگی در دیسک خودشناسیه، دیدن خوده. سطح دوم چیه؟ من بهش میگم دیده تکراری. یعنی ما بیایم افرادی که دائما میبینیم، مثل همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر، کارمندمون رو، رئیسمون رو، همکارمون رو، آدمایی که دائما میبینیم رو بیایم تیپ شناسی کنیم. تیپ رفتارش چیه؟ نقاط قوت و ضعفش چیه؟ خط قرمزاش چیه؟ دوستان ببینید حواسمون باشه، خط قرمز افراد رو اگر ما نشناسیم و رد کنیم دقیقاً کانفلیکت از اینجا ایجاد میشه، ما دچار تعارض میشیم. پس چقدر واضح، در واقع در سطح دوم ما میریم وارد وادی کامیونیکیشن میشیم، در ارتباطات به ما کمک میکنه. یعنی وقتی من وارد سطح دوم خبرگی در دیسک میشم میتونم بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنم، میدونم که بایستی بیام روی نقاط قوتشون تاکید کنم. یه استعاره رو دارم دوستان عزیز، تمثیل در واقع. وقتی من تو کلینیک کسی میاد و من میبینمش، تحلیل رفتار میکنم، سعی میکنم دستای من توجه بفرمایید، انگشتامو سعی میکنم اینجوری افراد رو من ببینم، یعنی نقاط قوتشون رو ببینم، نقاط ضعفشون رو ببینم. حالا روی کرده ما باید چگونه باشه با دیگران؟ من یه اصطلاحی رو میگم یه سری آدم ها بزرگن، یه سری آدم ها کوچیکن. آدم های بزرگ وقتی که دیگران رو میبینن هم نقاط قوتشون رو میبینن هم نقاط ضعفشون رو میبینن. ولی آدم های بزرگ با نقاط قوت با دیگران ارتباط برقرار میکنن. چقدر شما دقیقید، چقدر شما منظمید، چقدر شما اخلاق مدارید، چقدر شما سریع کارها رو دقیق انجام میدید. یعنی باید مثبت ها رو میگیم. چقدر شما سوشالید، چقدر روابط عمومی خوبی دارید. و آدمای بزرگ ایرادهای دیگران رو، نقاط ضعفشون رو پشت بزرگی خودشون پنهان میکنن چون بزرگه. ولی برعکس این اتفاق میفته، یعنی آدمای کوچیک هر دو وجه رو میبینن ولی با دیگران دارن چیکار میکنن؟ نقاط ضعفشون رو بهشون میگن. چقدر زود عصبانی میشی، چقدر اسلوموشنی، چقدر روابطون ضعیفه، در حالی که نقاط قوت اون فرد رو پشت کوچیکی خودشون دارن پنهان میکنن. پس ما در بحث کامیونیکیشن یا در واقع کامیونیکیشن اسکیلز یا مهارت‌های ارتباطی بایستی بیایم نقاط قوت و ضعف دیگران رو و خط قرمزاشون رو بدونیم. و حتی دوستانی که من توفیق داشتم اصول فنون مذاکره باشون داشتم، همواره یک بحثی رو داریم اونجا به اسم شیفته کردن دیگران. به زبان ساده وقتی ما بیایم نقاط قوت دیگران رو به دیگران بگیم، نقاط قوتشون رو بهشون بگیم و کمک کنیم نقاط ضعفشون اصلاح پیدا کنه، نه چکشی، با رویکرد حمایتی ما میتونیم دیگران رو شیفته خودمون بکنیم.
قطعا وقتی ما یکی رو ببینیم که ایراده ما رو هی داره بولد میکنه، اگر ببینیم فرار میکنیم، میگیم باز این میاد الان 4 تا ایراد از ما میگیره. ولی وقتی که دیگران دارن نقاط قوت ما رو میگن و از اون عملکرد ما تشکر میکنن و نقاط ضعفمون رو به آرومی میگن تا اصلاح بشه، این میشه ابزاری برای شیفته کردن دیگران. پس در سطح دوم ما میایم بحث ارتباطی یا مهارت‌های ارتباطی فوکس میکنیم. در سطح سوم من بهش میگم دیده غیر تکراری. یعنی ببینید دوستان عزیز، من وارد یک جلسه‌ای میشم، من برای اولین بار یک فرد رو میبینم و دارم میبینمش، ولی برای اولین باره بایستی بتونم در کمتر از 2 دقیقه و یا در واقع حرفه‌ای‌تر در کمتر از 1 دقیقه بگم تیپ رفتاری فرد چیه. ولو 4 رنگ باشه، ولو 3 رنگ باشه، 2 رنگ باشه، لااقل باید بتونم اولین رنگش رو حدس بزنم چیه. کجا استفاده میشه؟ زمانی که ما داریم مذاکره میکنیم، زمانی که ما داریم میخوایم استخدام کنیم. وقتی یک فردی میاد برای استخدام شدن، ما باید بتونیم سریعا تیپ رفتارش رو حدس بزنیم. زمانی که ما میریم توی یک جلسه مذاکره قرار میگیریم، اگر ندونیم که اون فردی که اون ور میز نشسته و ما داریم باش مذاکره میکنیم تیپ رفتاریش چیه، خط قرمزاش چیه و چه نقاط قوت و ضعفی داره، ممکنه انگشت بزنیم رو نقاط ضعفش، خط قرمز رو رد کنیم. بعد اون موقع میبینیم که مذاکره اتفاق نیفتاد. شاید برامون یک همیشه پرسش باشه چرا من رفتم در یک مذاکره و این مذاکره اوکی نشده، من چیزی نگفتم. ببین دوستان، بعضی وقتا اگر مذاکره به هم میخوره، این نیست که شاید ما چیزی گفته باشیم، شاید باید اقدامی انجام میدادیم و انجام ندادیم. پس این رو حواسمون باشه. در سطح سوم ما میرسیم به چی؟ میرسیم به خبرگی در بحث اصول فنون مذاکره. در نشست‌ها و در دوره آموزشی که من در حوزه نگوشیشن یا مذاکره دارم، همواره تاکید میکنم که یک مذاکره کننده حرفه‌ای بایستی به سطح سوم رفتارشناسی دیسک برسه. یعنی به اصطلاح عامیانه بگم آدم شناس باشه. تو مذاکره میره بدون این فرد تیپ رفتاری چیه. بعضی وقتا ما بعضی مذاکرات رو انجام میشد، شاید در قدیم میگفتن آقا گروه خونیش به ما نمیخوره. همین گروه خونیش که به ما نمیخوره یعنی تیپ رفتاریش به تیپ رفتاری ما نمیخوره. خب بریم وارد سطح 4 بشیم. من بهش میگم سطح نادیده ها. سطح نادیده ها یعنی چی؟ یعنی که ببین دوستان عزیز، من به عنوان یک مشاور رفتارشناس تصور کنید آقایی میاد پیش من و با همسرش به مشکل برخورده. همسرش گذاشته رفته، نه جواب پیامک میده نه جواب تماس میده. من همسر ایشون رو نمیتونم باش صحبت کنم ببینمش. پس من به عنوان مشاور مجبورم نادیده ها رو تحلیل کنم. یعنی از این آقا یک سری پرسش ها رو بپرسم، خب ایشون اینجا اینجوریه، اینجوریه. چون من یه تست رفتارشناسی در واقع تجربی خودم به سطح تحلیلی هم من دارم که میام این رو در واقع تحلیلش میکنم، که میگم که این در واقع تیپ رفتاریش این فرد چیه. وقتی من ببینم تیپ رفتار این خانم چیه و تیپ رفتار این آقا چیه، اینها رو در واقع به تعامل همدیگه میرسونم و میگم آقای عزیز شما با این خانم این گونه رفتار کنید تا بتونید به یک نقطه‌ای برسیم. پس این کاربردهایی است که ما در بحث رفتارشناسی دیسک داریم، یا به اصطلاح میگیم سطوح خبرگی در رفتارشناسی دیسک. امیدوارم که این مطالب به درتون خورده باشه. در اسلاید و در واقع ویدیوی بعدی یه توصیف دقیق‌تری رو خواهیم داشت از تیپ‌های رفتاری. ممنونم که همراه من هستید. سلامت و شاد باشید.